سلام هموطنان عزیز. دیگه سروی آمده یک کوله پشته که از منطقه کابل میشه. 10 دقیقه 5 دقیقه میشه که متوجه مادر است. نمیفهم چی مشکل داره. دروازه به دروازه میزنن. دیگه چه منزی یک نقطه چک پرسان میکنیم ببینیم که مشکل از چی قرار. سلام مادر، خوب هستی؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟ جور هستی؟ سلامت؟ چطور هستی؟ ترمای مبارک رمضان. خوب هستم بچه، من تو و اولادای چی میکنی مادر؟ متوجه هستی یک دفعه دوازده بچه متین دار هستم، بیوه هستم، احتیاج هستم. من تو نان جمع میکنم بر اولادای، یعنی رقم نانم میخورن. این شوی چیزی نداشتیم بخوریم، روزی غرقه گرفتیم بچه. احتیاج هستم چطور کنم؟ شوهر تو کجاست مادر؟ شوهرم 2 سال شد فوت کرده بچه. کپیتانش تا اولاد در میدان ماندیم، کسی توی ندارم کمک کنم. خودم مریض هستم، بچه اگر که مریض چشمکش دستانی نمیبینه. خودم مرض قلبی دارم، فشار عصبی دارم. نمی 2 خانه 3 خانه را که میگردم میشینم سرم زوفیت میه بچه. آلیا ما نزدم سوکی سو آمد میشه خراب موندم، من نزدی گپ ماندم بچه. خانه کجاست مادر جان؟ خانیمون طرف بالا است، طرف تو است بچه. خانه از خودم نیستم تو شام. گریه نکن مادر جان، خدا مهربان است دیگه. اگر مشکل نباشه چکر بریم خانه رو ببینیم که اوضاع خانه زندگی از چه قرار است. میرم بیادر جان، میرم بچه گکم قربانتان شو. میرم کتم ببینی خانیمون، ببینی زندگیمون که بچه حالت ما زندگی تیر میکنم. دای ماه مبارک رمضان مردم چند رقم تام تیار میکنم. من این رقم نان میبرم با اولادان باسانی نمیرسه. میرم بیادر میرم. خدا مهربان است مادر جان. چکر بریم خانه رو ببینیم. دوستان عزیز چکر میریم خانه مادر رو میبینیم که وایا چیزی که میگه قد داره نداره چکر میریم میبینیم. ان شاء الله با سروی بعدی بخیر شروع میکنیم. برای همین مادر که دادم دست ما دادم شما قرار گرفتیم مادر چکر نزدیک ببینیم. ان شاء الله سیگار میگیم اون وایجه. از خانه سلام. بیا. هموطنان عزیز قسم گفته بودیم باش با مستخدمی فامیلار رو معرفی میکنیم. ما بعد مادر که صحبت داشت سامرای صحبت داشتیم در پشت دروازه نانو خوش جمع‌آوری میکرد برای افطار خود. دیگه الان ما می اولیش هست مشکل خوبیه. دیگه شما ببینید. لازم باید تمام کنم. کاس خونه؟ رای مادر سر کارم قصه کرد که مشکلاتم زیاد هست. دیگه خانهش از معلوم است. چی مادر گفتی خانه کی است؟ خانه کی از خودش نمیره جور کردن. اینجا شیشتیم خیلی ببینم. اینجا برای خدا اجا شاندش از پیش کلام نمیگه. دیگه مادر مشکلات زیاد داره. دیگه میشن روی صحبت میکنیم که مشکلات از چی قرار است. خب مادر چی مشکلات داری؟ تو چرا قدر در رفتن نفست میسازه؟ بیادر جان
فشارم بالاست، فشار عصبی، فشار خون دارم. حالا چند وقت 4 ماه میشه که قلبم زیاد درد میکنه. یک بچه که مشکل چشم داره، چشمکایش را نمیبینه. خودم بیوستم بیچاره تیمایم اینا نان جمع کردیم. اینی رقم اینا بینی رقم اولادای من نان میتم. کس کوی ندارم، چی کنم دیگه. شوار چقدر میشه وفات 2 کنه سال مادر شده، جان؟ 2 سال میشه. باز تو میکنی خرج خوراک نمیالا میکشم نمیالا. باور به خدا کنیم یک دینو میفهمه یک پرستانبول با اولادایم بخرم خودم اینی رقم مرد. خب مادر با چند اولاد داری؟ 5 تا گک هستن بچیم. 3 تا گک بچه یک خود دخترکایم کلان کس کاری کرد نداره. خب خودم تکلیف قلبی داری مادر؟ خودم مرض قلبی دارم. بر کل همسایه معلومه که مریض هستم، احتیاج هستم. باور کنی که من دلمی شفاخانه پنجشنبه میگن رایگان است رفتیم نقطه گرفتیم. این 2 ماه است ما اونمون گرفتن نتونستیم. یک پرستامول گرفتن میتونم. با کل اگه معلومه که من مریض هستم، احتیاج هستم. سر روز افطار کل خانه هر چیز جور میکنن. من چادری را سرم روزه دادانم این از کوچه آوردیدم. این حالتم از بیاد دیگه هیچ حالت خدا دنیا نمیمونه. خودم مریض از نکرده احتیاج هیچ کسی نیست. گریه نکن مادرم، خدا مهربان است. بنیاد خیریه هدایت دیگه کمک های مواد غذایی اولیه برای فامیلای مستحقین در نظر گرفته. انشاءالله ما براتون خدا میرسونیم دیگه. جور آرام باشید، خیر باشید. دیگه مادر کسایی که سعی شما خیلی بارم خیلی گرفتن که خداوند خیر برکت نصیبشان بگرده. کندوام برشون میکنی یک دوای خیر برشون بکو که دگام خداوند دگام تشویقشان کنه که میکشن دست مردم دست فامیلای مستحقین دستشان بگیرن که وضعیت افغانستان واقعا بسیار خراب است. در ماه مبارک رمضان دیگه مشکل است خرید دسترخوان دیگه چیز برخوردن نباشه دیگه. ما دعا میکنیم که مادر کل مشکلات افغانستان بخیر حل شه دیگه. خیر ببینید، زنده باشید، خیر ببینید. خدا جان شما را کمک کنه، جور آرام داشته باشه که ما غریبا یاد شما بیاییم. زنده باشید، هر جای باشید جور آرام باشید. دوای ما غریبا در پشتتان از دوای ما را بگیرید. اما که احتیاج هیچ کس پیدا نمیشه. سایزیست باز خانه مادر تماشا بکنه دیگه. صندلیش هست بکنم، صندلی هم سرد است مادر. صندلی هم بیاده یک بچه پرگر میکنم زیرش میمانم پس دگونه مکتا از دیگه یه سرچ دیگه چرام نداره. یاش خانه مادر است دیگه، یاش باز خانهش هست دیگه. چیزی هم ندارن برخوردن دیگه، تو مشکلات هاشون زیافت. هموطنان عزیز، قسمی که ما بر شما گفته بودیم مستقبلی فامیل بر شما معرفی میگیریم دیگه. این مادر ما یک روز پیش سروی شده بود دیگه یک روز با تاخیر افتاد تا مواد مادر به خیر به منزلش رساندیم دیگه. این مادر هم دیگه مواد برش توزیع کردیم دیگه. مواد اولیه است، روز 5 ماه مبارک رمضان است. مادر این مواد دیگه خیلی ببینید یه درکم جور آرام باشی. هر جایی هستی خدا جان کتتان باشه، خدا جان کمکتان کنم. همین کمک در مکرید و ماه مبارک رمضان بسیار تشکر. پیشتان جور آرام باشی که تمیگه که تتیمای مولادان روزه افطار میکنم. خیلی ببینید از کوچه مرا جمع کردید، هر جایی باشید خدا کتتان باشه، جور آرام فتال اولادتان باشید. یه درکم هم خیر ببینه. خدا هم رزار ساله بتدش که مرا دید جا آمد نام گرفت خانی میدید. خیر ببینید از ما که دست که ما فقیره را میگیری خدا جان دستانه بگیره. زنده باشی مادر. ماه مبارک رمضان بخیر باشه دیگه. زنده باشی دیگه بخیر استفاده کنیم مادر. هموطنان عزیز اگه شما میخواید که مستقلی فامیل با شما معرفی بکنیم و یک قسم مستقر با شما معرفی کنیم دیگه، بنیاد خیریه اداره به خدمت شماست.